امروز تو منطقه کار به انتها رسید. اسرائیل با تمام وجود برای ماندن در جنگ برای از بین بردن اون جنگ. Iran's rulers promised to destroy my country, murder my people. ایرانی‌ها خطرناک‌ترین. امروز تو منطقه کار به انتها رسیده. اسرائیل با تمام وجود برای ماندن داره می‌جنگه، ما هم برای از بین بردن او داریم می‌جنگیم. برای ما ماندن معنا ندارد به خاطر ما ایرانی. برای ما ماندن معنا ندارد به خاطر اینکه ما ایرانی، ما هزاران سال همینجاییم. اونان که مستعمره نشینه با تشیع کجای ماجرا بوده فکر کنید فقط تشیعه؟ اینا اصلا با خوی تمدنی مردم ایران مشکل دارن.